شاید هیچ وقت فکر نکردی در دل شبای تاریک درختایی وجود دارد که گذشته مرموزی دارن. افسانه عجیب و ترسناک مردم کهگیلویه و بویراحمد، دیو سیاه و درخت مرگ. داستانی که حتی شنیدنش هم ترس و هراس به دل هر کسی میاره. تنها یکی از هزاران افسانه عجیب و غریب در گوشه کنار این دنیاست. اگه میخوای بیش از این وارد دنیای افسانه ها و عجایب بشی، کانال مهلکست رو سابسکرایب کن. جنگل‌های کوههای زاگرس به گفته مردم قدیمی درختی وجود داره که باعث شده اون جنگل شبیه دنیای مردگان بشه. درختایی که نه تنها خانه‌ای برای زندگی بلکه خانه‌ای برای زندگی دیوها هستن. در شبای تاریک و مه‌آلود، زمانی که بادهای سرد از دل کوه‌ها می‌آمدن و صدای خشخش برگ‌ها در میان درختان می‌پیچید، گروهی از شکارچیان به سرپرستی شیرزاد تصمیم گرفتن به دل جنگل‌های زاگرس برن. جنگلی که هیچ کس در اون شب نمی‌موند. شیرزاد و همراهاش در دل شب، بیخبر از اون چیزی که در انتظارشونه، وارد جنگل شد. خاک مرطوب و صدای ناله‌های دوردست در شب به سرعت اونا رو از مسیر خودشون منحرف کرد. گفته میشه وقتی که نزدیک درخت بلوط مرگ میشی، صداهای عجیب و غریبی از اون میاد. صداهای آه و ناله‌ای که از درخت بیرون میاد و هیچ کس نمیتونه دلیل این صدا رو توضیح بده. شیرزاد و همراهش تصمیم گرفتن که به اون درخت نزدیک بشن، غافل از این که اون درخت فقط یه درخت نیست و دیو سیاه تو اون زندگی می‌کنه. به محض اینکه شیرزاد دستشو به درخت گذاشت، بلافاصله درخت شروع به لرزیدن کرد. شاخ و برگ درخت شروع به تکان خوردن شدید. همه میتونستن صدای وحشتناک دیو رو بشنون که از دل درخت بیرون میاد. دیو سیاه، موجودی که قدیم در دل درخت مرگ از درخت بیرون اومد، با چهره شیطانی و دوتا چشمی که مثل شعله در دل شب می‌درخشیدن. دیو از میان سایه‌ها به سمت حرکت کرد. قدم‌های سنگینش به زمین می‌خورد و هوای سرد اطراف اونجا رو پر کرده. شیرزاد و همراهش در وحشت و سردرگمی تلاش می‌کردن فرار کنن، اما دیو سیاه اونا رو تعقیب می‌کرد. گفته میشه کسایی که با دیو سیاه مواجه میشن تا همیشه اتفاقای عجیب براشون میفته. هنوزم اگه به دل شب درخت‌های بلوط مرگ نزدیک بشید، صدای خوفناک دیو سیاه رو میشنوید و اگه به اون درخت دست بزنید، به سرنوشت شیرزاد دچار میشید. گم شدن در دل تاریکی.